سر سلام تشکر زنده باشین تشکر بیادرها خوش آمدین خوب هستین بخیر جانتان جور بیننده های نهایت عزیز السلام علیکم و برنامه شب ختم است من یک چند وقت نویسندگی میکردم امی هر مطلب که نوشتم میکردم میرفتم پیش مدیر روزنامه و از ما بتر قاقروده قاف نه که میرفتم مطلب که میخواندم یک دو سه سطرش میخواند سرسرکایی نوشته ما پس برام میده چرا؟ برادر میگو ما طنز کار نداریم مطلب نوشته میکنی جدی نوشته کن خب باز من برآمدم ایسونا سایکو سوژه بگو اوسونا سایکو کو نفر چی میکنه میلی باس سایکو کراچی وانه سایکو مثلا کیلا فروش سایکو ترافیک سایکو پلیس سایکو باز ما یک چیز نوشته میکردم با چقدر امیدا و آرزوهایی را که آخر میبردم پیش از این قاقروده باز هیچ سنم بالام سایل نمیکرد بروتا میرونم جدی نوشته کاله برادر خود 2 دفعه 3 دفعه 4 دفعه کدام 6 ماه نمی رفتم و رد شد آخر غال مقالم برآمد من میگی جدی نوشته که مساجش از کجا کنم وی مرا چی که از هر جای میکنی مفتم خود دروغ نوشته کنم مطلب نه دروغ نکنیشته دروغ خب بازخواست دارم مفتم خب مطلب صحیح را که من میارم برات خب من که یک جای میبینم مثلا یک آدم است دمی کل عمر خود 2 رکعت نماز صحیح نخوانده که صحیح وضو کرده باشه به صدق دل الله اکبر گفته باشه آل خود در جمع صوفی حساب میکنه من مورد نوشته کنم یا طنز هستی ولی این مشکل خودت هست مفتم خال مشکل معنی همین مشکل تو مثلا یک آدم از 3 تا دختر داره خواستگار آمده این بلند قیمت کرده دخترها از شوی کردن ماند آل یکیش 48 ساله شده دیگه 43 یکیش پایده 40 مانده آلو را کسی میگیره آلم دختر شوی میافه نه مفتم میره جدی نوشته کنم مطلب یا تنزیز خونه دخترها را از شوی مانده نه یه باره گفتم ولی اگه پدر جواب گفته بتانه همی آقای همی دختر ایره ما طنز نوشته کنیم یا مطلب جدی قرا که دخنده شد باز دیگه مثال داده میشه مفتم یک آدم از ده پیش ریت میگه کتمو فلانی هیچ نگرد خاک ده کومای ازو کنه خودی ازو کلی ازو چندان کله نیستی چی بلاسمو اخلاق نداره زبان نداره شرافت نداره وجدان نداره این نداره اون نداره و چونین نداره و چنان نداره اینی رقم از و آدم بیخی یک بوٹی بد برات معرفی میکنه دیگر است که ببینی خودش بوٹایش برس کدر میره جدی نشتر کنم یا طنز است نه والا طنز است الان دیگه برادر اینمت چندین مطلب دیگر خب بالاخره کی وطن ما اینمت طنز و طنزبازی سی مطلب جدی نمیشه حال مردم رقم رئیس رقم یک تاکسی وان است مسکین خودش زن و اولاد و غریب آدم خانهش کرایی دیگهش کرایی در شهر که برآمد یک سیاسر که کدش بالا شد که تونمو دخنده و مزاقسی سبرو چک کرده و پس به و تابلو و نان بخر و هم بخر بالاخره تیلک تانکیش هم خلاص میشه و زنک تا میشه میره خانه خودی باز بیگاه میای خود زنش کار کردی؟ نه والا موترم خراب مرد خاک در سرت کتی موتر رو خدا خرابت کنه خونه تا بیگاه چکر سیدی موتر در کجا خراب بود ناق دستای خود در اوجا سیاه میکنه یک ذره نوک بینی رو خدا مانده و ظلمن داده در خانه که اینه ما کار نکده موتر امروز خراب بود اگر نه اصلا خدا فسق و فساد تیر کده تخمیانه مانه ما گفتم همین مطلب جدیست یا تنزی نه والا گفت تنزیست ما گفتم بگوی زنده باد تنز باد از او باز مطلب که میبردم همه تو تیز کده میگرفت نوشته میکردم پیسه اگر که من نخبرم خب بیننده های عزیز اینمی خانما که هست بسیاریش میگه که دمی ای جایی که غلطی نکنه در سر دیگ خب میکنه آنی همون چیزا که خوش آمد در نمک چشیدن و اعتراف و طرف گوش دادانش هست که دایم خانما که داشت پس خانه باش صدا که فلان این آمدم خود دانش در خوردن بند می باشه میگه معلم رفت در پوانتون موتره که خدا گوشه در سایه استاد کرد این مشترنگ شان قلف کرد از موترش از آرندکا شانده بود که کس دست میزد پنگ او دزگی رقم والا فقط دیگه گفتیم
خب بالاخره این موتر خود استاد کرد و دزگیرش هم روشن کرد و دید که اینجا یک 3 تا بچه شده و درس میخوانه. در دل خود گفت این حال بچه هم درس میخوانه خوب هستند و خود رفت در صنف خود در درس شروع کرد. تا هنوز تشریح نکرده بود که شاگردای عزیز امروز مطلب را که تنگ 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 آرنگ موترش بالا شد که برآمد سعی کرد که سه بچه عاجز درس خودم میخوانده، هیچ اشتباهی هم نکرد که ایره یاد زده باشه. باز رفت در درس شروع کرد، هنوز از بیولوژی شروع نکرده بود که چطور است و چنان است. باز تنگ 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 این معلم باز خارخور شد. باز برآمد دید که سه بچه هست همونجا. خوی 2 دفعه شد، 3 دفعه شد، 4 دفعه شد. آخر دید که ساعت درسی پوره شد، من که آرنج مصروف ماندم. این دفعه که برآمد باز قلف کردم سویچ مویچ چی کلش ازد که دیگه هیچ آرنج نکنه. همونجا استادش کرد. پس که آمد کمی شروع کرد که حضار محترم شاگردای عزیز که با تنگ 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 تنگ. آخرم این شاگردا رو گفتم موتر مصیبت خو گل کردم باز چی تنگ تنگ است. هیچ صاحب گفت در آشپزخانه لیلی اونجا دزگیر شاندن، دخترها هر ساعت میره برای چیز دزدی کردن دارنگ اونجا. بیننده‌های نهایت عزیز فقط یک وقفه کوتاه داریم و زود برمی‌گردیم. نهایت بیننده گرامی شما را باز هم خوش آمدید میگیم و میگن که یک جوان نمت شیک پوش، من خودش سفید هستم، خوب جوان بود، خودش شیک پوش در هتل در آمدم. شاگرد آقا بچه بیا اینجا. او کامد یک صدیره در دستش داد. چرا؟ گفت میز خالی کار داری؟ نگو بچه ما پسانتر میم یک دو خانماز کتیم، ما اینجا پیشنهاد میکنم فقط تو بو که میز خالی نداریم. صابون چربکا بوده، پیسه میسه نداشته، کل دم سر روی خود مصرف کرده و شما را در انتظار نمیمانیم. مهمان دوزداشتنی برنامه ما البته مهمانای عزیزی است. هر یکشان آوازخوان محلی مشهور کشور ما آقای محترم میر مفتون و آوازخوان دیگه هم با همراهشان است زبیجان فیضی. به استقبال اردویشان یک کف مفتون صاحب سلام، خوب هستین؟ بخیر؟ جانتان شد؟ باش نه بفرمایید. جناب مفتون صاحب خوش آمدین به برنامه ما. تشکر جلال صاحب محترم، خوش باشی. زنده باشی. قربان شما. تشکر. علاقمندای نهایت زیاده داری، میتونی با ایشان یک سلام علیکی بکنی؟ ما میدانم بینندای محترم شبکه تلویزیون یک السلام علیکم و هم حاضرین محترم در تالار یک سلام خاص هم به ولسوالیش کاشم پامیر زمین به محمد رضا جان مفتون و مرزا خان جان دکاندار یمو ساعه دیگه. یک سلام هم به جناب آقای جلالی که آرزوها داشتم صحیح شد آرزوی. آی بخیر باشین. به افتخار مفتون زبیجان فیضی همچنان شما را خوش آمدید میگیم به برنامه. تشکر، سلامت باشیم. من به نوبه خود سلام عرض ادب خدمت شما و حاضرین در تالار و بیننده های عزیزی شبکه یک که هم اکنون ما را میبینن تقدیم میکنم. آی علیکم سلام. مفتون صاحب اشترا هستین؟ خوب هستم جلالی صاحب. خوب که هستین؟ گرچه ما تو اعتبار بکن که خوش ببخش بیادبی میشه. بفرمای خواهش میکنم. پرسان بکنیم. من خب شروع کردم همین گپا. خب دیگه خودت مهربان هستی، بسیار زیاد بیننده داری دیگه. جا را نمیفهمم خصوصا پامیر زبان یعنی منطقه کاشم و زیباک و یعنی جایی که ما زندگی میکنیم. دوستا به ما همیشه زنگ میزنن که چرا امروی همی آقای جلالی یک دفعه نمیشینی؟ نگفتی او 100 دفعه برای ما زنگ زده، ما خودم نرفتیم. نه ما گفتم ما بچه ما خو توانی دستی ازور دیگان گپ سخن ندارم. خب بازم توکل به خدای کریم رحیم. یک دنبوره چوبی داشتم گفتم اینو میرم بگیرم بیرم دیگه به جانش توکل به خدا. خوب است خوب است خوب است خوب است. حال خود دنبوره است آورده ماست. آورده.
مفتون صاحب یادت مانده که چند پارچه آهنگ خواندی؟ ولای تو خود چون یک ذره شرایط ها خب بخاطر معلوم که این شرایط دشوار و جنگ که آمد ما ایت جمعوری کسیت یا آهنگای خود نکردیم چقدر است بیشتر است دیگه چی بگویم سعید حساب خطا خورد خیلی خطا خورد دیگه از خیر یک دفعه از شما آگاه شیم باز از مهربانی زبی جان پرسان میکنیم امی چی انگیزه شد که آوازخوان شدی؟ گرچه سوال تکراری شاید جایاش شده باشه مهربانی بازم خیلی این برنامه را بسیار زیاد مردم کوشش میکنه که پیدا کنه که شما را یا برنامه شما را سیل کنه گپای شاید دیگه برنامه بعضیا نشنیده باشه ای خیر ببینی ما خبر شدیم که عاشق بودی اینمی عاشقی خودت دا آوازخوانی رسد گرچه خبر شدیم از جان ما نمیگم مقصد میگم واضح شوم نه ایره ما تو پتم نمیکنم خب چرا ایام بچگی و مستی یک لذت خاص داره بله ما خو از پدر کیس بیستم پدرم با مدرسه نام داشت در اون زمان ها خوی تو تلویزیون و ای گپا نبود دیگه خو تایپ هم نبود چون دمو یکی دو ولسوالی و پدرمان منشور بود در محافلای توی میرفت امرای دایرای بسیار کلان است عالی ما او را می نوازیم در اینجا کسی نیست اگر نه ما اینجا یک رایجش میکنم او را یعنی رواج میکنم امرای از این دایره میخوند و دنبوره میزد دیگه ما خرد بودیم ما را قدیش در محافلای توی میبرد بعد از او که ما یعنی 13 و 14 و 15 ساله یعنی جوان شدیم تا دیگه زیبایی ها را دیدیم حتما بیتای ما زیاد شد حتما محبت در دل ما جای گرفت شاید این تو بسیار خلاص نمیگم خو یک چیزی است که امکان داره ای گپ فعلا خو مفتونی مقصد مکمل دروغ نیست نه دیگه فعلا مفتونی بچه مستم و مفتونی خانه سابق بودیم بله مفتونی اصلی بودیم در زمانهایی که 16 17 نه بر ما حال مفتونی اصلی هستی بایان خدمتگار هستم بله های زنده باشی خب شما زبی جان چقدر وقت میشه آواز میخوانی؟ البته ما هم یک 5 سال میشه که در موسیقی محلی کار میکنم از مامم پدرم و کاکایم اینا در می رشته موسیقی محلی بودن دیگه از همونا تقلید کرده و از همی آوازخوانای محلی مثل مفتون جان و دیگه هنرمندا که اگر نامشان بگیریم وقت برنامه را میگیرن از همونا تقلید کرده دیگه تا فعلا تا اینجا رسیدیم حال اینجا خب ما امتحان میگیرم خوش یه خاطره جالب اگه از کدام آروسی موی کنک زنا باشه قصه موی کنک سه که یادش آمده خب نمیگه جریان داشت جلالی صاحب یک محفل زنانه بود که همکارم که طبله می نواخت من در این محفل رفتیم امی رقم مثل از دوستایی که فعلا اینجا ششتین ما در وسط بودیم و امی خانما گرد بر ما ششته بودن امی دیوال ما ریشه در داد گفت ببخشین خوارکا که پشت سر شدین یک دفعه پشت سر صدا کردن که کچالو پشتوری نداره یه خاطر جالب بود خیلی خوب مهربانی جلالی صاحب من در یک رادیو کار میکنم تقریبا 6-7 سال پیش از این که ما سوال کنم شما خودتون مهربانی کنی بگوین همی گپه تو باور کو که ما در 7 روز هفته 6 روز 1 ساعت نشرات مستقیم پیش می بردم مهربانی صاحب او هر روز از مناطق شما از دیگه جایای افغانستان اینطور نشده که ما در برنامه 1 ساعته در هر روزش خودم دروغگوی نشد در 2 روز حتما یک آهنگ از شما می داشت مهربانی صاحب لطفی شما خصوصا بازون یک دخترک همسایه را خوانده بودین بله مگم باز در بچگی ها خواندن های تنزیه و خنددار و این احترام یک کم کم میکردی خصوصا در مورد زنا خوب در وقت چون وقتی مستی و بچگی است یک انگشتای انتقاد بالای آدم نمیآید متوجه سنسه بله اگر نیالی ممو مستی های مست باز یگان تا بزرگا و دوستا که میبینیم میگه که خیلی
دیگه یک کمی سن سال بالا رفت، ما میگیم یک کمک وزمین‌تر باشم. اگر حالی هم مستی میکنم به خاطر نوجوانا صاحب، حالی هم بخی بیتای چه بگویم صاحب. خی مستیاتون ماندن؟ ای خی صاحب، ای خی صاحب، یک وقفه کوتاه داریم و زود برمیگردیم. مستی های مفتون صاحب میبینیم. بیننده‌های عزیز، باز هم شما را خوش آمدید میگیم. مفتون صاحب یک آدم میگه بسیار ضعیف بود، رفت پیش دکتر، دوا را گرفت و یک دو هفته از دوا تیر شد و پس آمد باز اونم تو کمشیمه. گفت دکتر صاحب، گفتی شربت هیچ فایده نکردی، شربت قوت. چرا گفت فایده نکرد؟ با وقتش خوردی؟ نه گفت زورم نرسید که سر بوتل آواز. میایم بیننده های عزیز با شما یک جای یک کم از سنای آل مفتون صاحب میشنویم و یک کمی از بچگی و مستیش. خوب است؟ آها، بفرمایید صاحب. غزله میخوانم یک کمی تراجید و بعدم اگر نوبت به ما رسید باز یک مستی براتون میکنم. یک چک ما. مبینی زایدی آزرد دل بر شوری نیرنگم. خوش رو. مبینی زایدی آزرد دل بر شوری آهنگم. چمن زیبی جنونم بلبلی گلزاری نیرنگم. تو های زاهید به زیبی جامه و دستار می نازی. تو را تسبیح و تقواست مرا سرخانه بنگم. های وایو بر جوانیم ای کس کار رفته باشد. پیری رسیده باشد ای ناچار خسته باشد. پیمانه جوانی وای بیدی شریخ در خاک. کس زن خمستان سرشار رفته باشد. کس زن خمستان سرشار رفته باشد. باز آمدن محال است چون خواب رفته در جوی. باز آمدن محال است وی چون خواب رفته در جوی. هر کس به شهر خوبان یک بار رفته باشد. هر کس به شهر خوبان یک بار رفته باشد. های وای بر جوانیم کس کار رفته باشد. پیری رسیده باشد ناچار خسته باشد. سیری بهاری عالم ای چون همری به ثبات است. تا چشم میکشایی وی گلزار رفته باشد. ای حریف خموش بنشین از گفتگو زمانی. خونی هزار منصور بردار رفته باشد. خونی هزار منصور بردار رفته باشد. های وای بر جوانیم کس کار رفته باشد.
پیری رسیده باشد ناچار خسته باشد. زنده باشین. 100 سال 1000 سال عمرتان دراز مفتون صاحب. یک دو مامور ده یک شعبه شده بودن، کدام 6 7 10 ماه یا میجا کار میکردن. آخرم یک مامور رئیس تبدیل کرد، این دور ده کدام شعبه دیگه انداخت. باز این ماموری را دید دیره همی که تبدیل شده بود، گفت رو فهمیدی که چرا رئیس تبدیلت کرد از شعبه؟ آها والا. گفت چیست؟ گفت ما والا هر روز خو میبرد مرا. نه گفت از خاطر خو تبدیلت نکده. گفت چطور؟ گفت تو که خو میشدی خورخور میکدی، خورخورت رئیس ده خو نمیماند. من بدبرستم والا، من خودم بدبرستم. از خورخور بدت میاد. سبحان الله. من دیگه شاید اون رو شیشتر نمیتونم صاحب. خب یعنی دیوالامو که در پالویم خواه کنم، من میگم نشو که شما این تو کار کنی بره خونه. خب از جوانی ها چی یادت میاد مفتون صاحب؟ جوانی قسمی میگذشته که اول جیان و بلکه گیتی اکثر خیام صاحب گفته که خوابی و خیالی و فریبی و دمی است. این گذشت، این توالی بی چی یادم نمیاد که ما بودم یا نبودم. گرچه حالی هم الهی شکر خدا حال خوب قوت هستم، حال خوانزم مست هستم جلالی صاحب. مگم یعنی ایامای 18 و 16 و 20 و 25 این وقتا دیگه با ما اگر از لحاظ خاطراش بگویی خاطره زیاد است، مگم دو خاطره، یک خاطره بسیار تلخ خیلی خوب و یک خاطره بسیار شیرین دارم. خیلی خوش. خب شیرینش اول میگی یا تلخش؟ والا اگر تلخش پسان بگوییم البته باز خام ما تلخ میمانه. اول تلخ میشنیم بعدا شیرینه. شیرینه. خب خاطره تلخ، ما خو صاحب منصب بودم در زمان حکومت‌های سابق. ما صاحب منصب غند 24 بدخشان بودم. لملای برید من بودم. گرچه از ما همو سربازا و اسکرای ما کدامش جیکتوران و توران شد، ما قدر پشتی همو وظیفه و رتبه نگشتیم. لیاز یعنی مستی همی هنرم دیگه لیازمون هم بسیار میدید، یعنی قماندان مربوطه یا قماندان قطعه ما یک بار یک سقوطی بسیار قایم سقوط از هلیکوپتر کردیم. همیشه می پیلوتا آلی هم غفرانجان پیلوت جنرال صاحب امیرجان یا کلگی است از همون زمان یا که می آمدن مرا نمی ماندن که دیگه من شوقی بودم که دم تیاره سوار شم برای برسو که یا بار می بردن یا چکری بوری کتش. می رفتم ناقکایی. همینجا یک چیلک پرتم باز دنبورام زدی ده هوا ده تیاره بسیار بسیار. بله حبیب پیلوت میگفتن از قومای پشتو زبان بود. درواز پرواز کردیم، جای ما دمی جای همی فلات انجینرش بود، یعنی همی کسی که دم موبایل میشین، یک پیلوتی طرف یک تایسوی چوکی موبایلی نمیجا میشتیم. این تیارای ما میگم چرا سقوط میکنه یا بیغم دنبوره میزنه دو. بفرمای حال خونه همون وقت دیگه متاسف. خب حال دول میزنن اورس خبر شده در کدام تیاری 4 ماشینه دول کٹر را برده اتن گرنگ دن گرنگ دن گی پیلوتا این رقم اتن دینه می بین تیاره همون تراز که از خود میکنم. آی برنده عزیز وقفه تلخ داریم، بعد از او خاطره تلخ هم بشنویم و شیرین هم. بینده عزیز باز هم خوش آمدید. مفتون صاحب میگه یک زن و شوی رفتن در مغازه. این شوی دیگه یک زن جیبک شام کم بغل است آمید. زن از او که پیران قیمتی که نبود اونمو را خوش کدالو شوی تیر خدا مرده میره که چی رقم خدا بکنه. آخر زن قار شد گفت تو مرده که این پیرانه که برام نخرید دیگه نمیبینی مرا.
ای گفت تو چقدر دیر زندگی کردیم 15 سال 16 سال مرا ایلا میتی نه ایلایت نمیتم چشمایت میکشم. خب میایم امی خاطره را که در تیاره بودین خاطر جگرخونی. بله باز ما از مرکز فیض آباد یک عروس هم بود یعنی امو شاه هم بود دیگه پرواز کردیم از مرکز فیض آباد به اشکاشم گرچه یادم نمانده اما روزی هم که با حال آمدم که هرچی فکر کردم که گفتن از فیض آباد آمدی در ولسوالی اشکاشم سقوط کردی هرچی فکر کردم امو یک روز نو شده بود که یادم آره خب بیخی خب مقصد نظر با گفتی یا فعلا یک پیلوتش هم بیچاره هسته همیجا ولی از کمر مامر و سر چگزی که پاس قراری گفت معلومات گفتن که همه وزن زیاد داشت پیلوت دگروال اکرم نام داشت یک داستان خوبم برای او ساخته بخی اساس هم خراجی دمو وقتال یا نگان بار میخوانم دیگه ای آدم پیلوتا میگفتن که این مادری تیاره است همیشه کشیشته خواب یک چاق آدم چیز تقدیری انجین تیاره یعنی گل شده در وقت نشست یک 500 600 متر هم تیاب بوده دیگه وقتی که در زمین میزند دوباره فال میشد دیگه تیاره خود در زمین میزند و مثل اشتک جیل میکنن جلالی صاحب دیگه در داخل بلر روغن و این گپا موادای این چیز بود کلی همی بلرها همی فرق و بعد بلامون بیزنم مورا من امکالا ماندم و یک بابای بسیار پیر صاحب بیخی جور برآمد ازم تیاره یک باباگکی دم در دست خداوند پاک پیر خود تو کی گفته در تیاره دم بوده بچگی مستی ناقیان بار خدا ببخشه مادرم هم میگفت که تو آدم از دستی که مست و سبک بودی آمدی زدی خودت این تو کردی اصابایت خراب کردی کی گفتید که دو تیاره کجا آمدی گفتم راست میگی آخی بچگی چی رقم کنیم ما مسلمان این تو این خاطره تلخی و شیرینش این همیست که من کشوری هلند دعوت شدم شبی که با ملکه هلند شیشتم یعنی دمی امی گذشتی هم یکی از خاطرهای خوبی که یعنی دارم خب زیاد است خوبترش همی ملکه هلند مرا دعوت کرد کشوری هلند رفتم که ما جایزه سالی 2001 بود خدا گردنم است نگیرد یا همینطور به نام ما برآمد در کشوری هلند قربان شما دیگه اینجا که رفتم شبی که ما با ملکه هلند نشست داشتم و دیگه کنیزای موروی به دورمان بود و این شب تا سر قصه بود و همونجا یک 10 دقیقه خواندن هم کردم همی خاطره شیرین و نازنینش همی دیگه جلالی صاحب خب زبی جان خسته نشی خواهش میکنم جلالی صاحب قصه میکنی آهنگ بر ما میخوانی پرزمه پرانی فکایی میگوی یگان فکر خیلی خویه مای شد از دیگه یک فکایی بگویم اجازه است البته پیش روی شما دیگه فکایی خواهش میکنم بفرمایید چیزی که جلالی صاحب گفت ما خب ماستر فکایی هستیم بفرمایید شما تکراری هم باشه مگه یک خانم همراه شوهرش جنگ میکنه شوهرش میره بیرون چاشت میشه برای خانمش زنگ میزنه که چی پخته کردی در خانه میگه زهر مار خیلی نوش جان که اومده بیرون نان میخورم ایناله ام یک آهنگ دارین مفتون صاحب دم بچگی ها مثل که خوانده بودین امی نام دخترها که از رد برد و چطوریست خب بخونیمش گپی نیست گپی نیست خلاص مشنویمش برو که یک ببینمش همیجا که مکمل بخونمش کدام جای کدام دختری نامش نمونه خفه شود نامه ای از من اگر سویت نمیخواید مرنج هرچی را من می نویسم عشق پاکش میکند چون تقاضای دوستاست در برنامه و جلالی سی به خواندن فرمایش داده من عاشقی را می نمون اجلا و سویلا دل داده ای ناهیدمون اسرین و فریبا
فرخنده و رانا یا صدیقه و مستوره و فرخنده و رانا ام فوزیه و فاطمه و فاضله بردن دل از بری من امرای یلدا و خنیسا ای سعدیه و قدسیه و ای سعدیه و قدسیه و قدریه اردم یاد آیدم امرای ترنا و شکیبا یاد آیدم امرای ترنا و شکیبا ای از عاطفه و آصفه و زهره چی گویم یا فخریه و زینب و لیلا و سمیرا ام مهری و ام میرو ام مریم و مخفی ام شاهده و راویه و اجالا و زارا ام شاهده و راویه و اجالا و زارا مفتون بری خورشیدم و شناز و شینه رخشانه و سیمین و پری پیکر روز را اینا همه بودند بلای دلی عاشق اینا همه بودند پی غارتی دلها امینا همه بودند پی غارتی دلها ای آمد حرم و هیچ کسم دست نگیرد در وقت جوانی من بودم و همینا ای شعر دلانگیز بوده ادیای خوبان اشعار فیروزی است همه دلکش و زیبا اشعار فیروزی است همه دلکش و زیبا بیننده‌های عزیز گرامی یک وقفه کوتاه بیننده‌های عزیز باز هم شما را خوش آمدید میگیم. مفتون صاحب کدام آدم میگه رفت پیش سلمان سر خود جور میکرد. این سلمان هم یک ذره بیکار قمک بوده لٹ بوده سیاتم نگرفته دیگه. این آدم که در سر کل کردن شروع کرده همی پشت سر کامده همی قسمت زده. یادم یک جتکه خورده خود پایان تر زده و پایان تر زده. یک وقت دید که اینجا خون آمده رایسانی اینجا چک چک اینجا سر دستمال چکیده رایس دیگه. سلمان هم دید که حالی آدم چه رقم میشه نرم پرسان کرد گفت چند بیاد راستی؟ این آدم گفت والا 6 بیاد را بودیم خو این یکیش او از پشت گردن حلال شده رایس 5 تای دیگه ما. خوش باز میشنویم از زبی جان. البته یک پارچه آهنگ است که ساخته های مفتون جان است در مقدمه خوانده بوده به خاطر که این فعلا در برنامه است. اردی ما همین پارچه را اگر یک کوتاه میشنویم از بفرمایید. در فصل بهار گل به دستم دادی در عین جوانی و شکستم دادی من دست به دامن تو دادم به امید تو دامن ناامیدی به دستم دادی دختر سرا خوش قد و بالا لب لب دریا یک و تنها بیای این گشت و گذار مزمیتر سیل لالزار مزمیتر دست به دست یار مزمیتر سیل لالزار مزمیتر در بازی دل نگاهی من مستی تو بود هر برگی دلم شکست با بست تو بود من شای دلم را به زمین انداختم اما چی کنم که توست در دست تو بود
ای اما چی کنم که توز در دستت بود ای دختری صدا ای خوش قد و بالا بیا بلبی دریا بیا یک و تنها بیا دست به دستی یار مزم میتا امی گشت و گذار مزم میتا در فصل بهار مزم میتا سیلی لالزار مزم میتا سیلی لالزار مزم میتا. وای تشکر، زنده باشین مفتون صاحب که یک بفرمایید. ما خدمت میگیریم شما زنده باشین. یک مردکه خیلی با عرضی معذرت خوش. در قشلاقای ما یک کسی یک دختر بیخی پیر و کور شد ایره همی کسی نیامد خواستگاری براستی میگم ایره ای توی چیه فکایی نه دم جای پدرش ماندم و تو خود چندان تقدیر خدا با اون صورت داد نه چی خواهد بیخی همیجو هم نفری چی میشدم میومد نمیگرفتی را خوی پیر شد کور شد بگندگی شد هر روز در خانه بسیار ترشتاوگی میکرد دیگه در کاسه میزد دیگه نفرو نمود کاسه را در چمچاو گرچی فکایی را هم خودت گفته این حقیقتیش هم میگو دیگه برادر و همین مادرش با پدرش گفته مرد کمی را بیا یک راست دروغ یک جای بتیمش که همین هر روز قدیما خود تلخی داره خواهی را میگد همونجا یک نفر دیگه یک موی سفید بیخی کور که هیچ دنیا رو نمیدید یه خود کم کم میدید دیگه ایش که یک مبلین خوب خوش ایره نکاح کردن دادن بمی خود همو ارباب قریه و همونا بردن دیگه ایره که رساندن و بیچاره هم چیزی نداشت اینا دیگه بر آمدن گفتم فکایی را خودت گفتین یکی من حقیقتیش هم میگم دیگه این آدم دستایش در گردن همو موی سفید کوری که آنیشویش بود انداخت بسیار گریان و فیغان گفت چی منالی گفت که حالی بخاطر از این جگرخونی میکنم کاش که چشم میداشتی که اگر ما را سیل میکردی چرا زن نگرفته بودی من منی نوشوی کردم که ما چی یک پرید پیکره محبت میکردیم یک را بلیزت یک دیگر میدیدیم گفت برم مرا بسیار دقت نکرد تاگ آدم میشدی با من نمیدادن نه که براستی هم دقیق گرچه فکایی را شما گفتن ما شنیدم از مگم ما حقیقتیش گفتم حقیقتیش گفتی چرا خب مفتون صاحب خودتان چند بار عروسی کردی؟ ما 2 بار عروسی کردم جلالی صاحب یک بار در سن 16 و 17 سالگی ما زن گرفتم در مرکز فیض آباد در مستی هایم همین مستی میگه و اودان خود قرد میگه متاسف هستم که در اون وقتا یک را بچه ها مرا میدید که تصویر می بود وقتا نبود دیگه عروسی کردم یک بچگک داشتم 1.5 ساله همی رقمی ها کسی گفت از بام افتید و کسی مناسباتی ما و همون زن تیره شد از اون نه از ما خودم نشد تایمینگ ما دور خورد الهیش کردیم باز رفتم یک 16 سال 15 سال میشه که در ولسوالی اشکاشم در خود پامیر عروسی کردیم حال بسیار خوش هستم از خدای خود دیگه همه خانیم ما بسیار دوست میدارم بسیار کارگر خانم است رموز فهم است بسیار سخت دوستش میدارم جلالی صاحب یک بچه دارم پدرم هم یکی بود خودم هم یکیستم بچه هم یکیست توکل به خدای کریم ببینم چی میشه دیگه 3 تا دختر دارم ای خداوند تمام وطندارای ما را خوش و آرام و سر حال داشته باشه آی زنده باشین به افتخار ارزون بیننده های نهایت عزیز ای بود برنامه شبخند تشکر میکنیم از استادای گرامی به خصوص از مفتون صاحب که از خیلی رای دور آمده و همچنان از زبیجان تشکر قدم رنج فرمودین آدرس ما shabkhand@1tvmedia.com پیشنهاد انتقاد یگان طنز و فکایی همه چیز میپذیریم تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همه ما و شما
فرمایید.